وروди ماشین‌های پلیس و گواردیای ملی روسیه به مرکز سودای پرینس پلازای کنار ایستگاه متروی تیوپلیستان در شهر مسکو. کارمندان دو نهاد انتظامی روسیه روز 14 ینور برای تفتیش مهاجرانی که در این مرکز کار می‌کنند رفته بودند. این صحنه فرار مهاجران است که از ورود کارمندان پلیس خبر یافتند. یک تن از نزدیکان مهاجران که در این رید بازداشت شده است گفت پلیس به کسی رحم نکرد و حدودی 300 مهاجر را که اکثرشان تاجیکستانی بودند با خود برد. در این نوار دیده می شود که ده ها مهاجر دست پشت هم به اتوبوس پلیس سوار می شوند. نزدیکان مهاجران بازداشت شده در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که هنوز سرنوشت آنها معلوم نیست. در بیشتر حالتها پلیس روس اکثر بازداشت شده ها را جریمه و اخراج می کند. رسانه های روسیه نوشتند ده ها مهاجری که بود و باششان قانونی نبود در این مرکز سودا بازداشت شدند. مقامات روسیه میگویند سال 2024 بیش از 80,000 مهاجر را از روسیه اخراج کردند. معلوم نیست چی تعدادی از آنها مهاجران تاجیک بودند. مقامات تاجیک میگویند تنها در نیم سال گذشته 17,000 تاجیکستانی از روسیه اخراج شده است.